خانم ها و آقایان، خلبان محمدی با شما صحبت می کند. به پرواز مستقیم 5235 به مقصد بیروت خوش آمدید. دمای هوا 25 درجه سانتیگراد بالای صفر و ساعت 16:30 به وقت تهران می باشد. ما یک پرواز آسوده و بدون اشکال را پیش بینی می کنیم. از طرف خلبان محمدی و سایر کارکنان این پرواز از اینکه شرکت هواپیمایی ما را انتخاب نمودید سپاسگزاریم. خدا رو شکر خواب بود. خدا؟ من به خدا اعتقاد ندارم. علامت بستن کمربندها روشن شده است. لطفاً کمربند خود را ببندید. خدایا خواهش میکنم کمکم کن. و اذا غشیهم موج كالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. و هنگامی که در سفر دریا موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند خدا را با اخلاص می‌خوانند، اما وقتی آنها را به خشکی رساند و نجات داد بعضی راه اعتدال را پیش می‌گیرند و به ایمان خود وفادار می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر را پیش می‌گیرند. ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی‌کند.